سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال MMAFG. امشب اومدیم در مورد مسابقه مایک تایسون و جک پاول با هم دیگه صحبت کنیم. مسابقه‌ای که خیلی وقتی که میخواد برگزار بشه بالاخره برگزار شد و با همه دیدیم چی شد. مایک تایسون معروف به آهن یا پادشاه بوکس، بزرگترین بوکسر تاریخ است. او در سن 20 سالگی جوانترین قهرمان و سنگین وزن جهان و رکوردای 44 نکات و 58 مسابقات رو دارد. مایک تایسون به عنوان یکی از خشن‌ترین بوکسرهای در تاریخ بوکس شناخته می شود. جک پاول مشهور به یوتیوبر به سن 27 سالگی وارد دنیای بوکس و خیلی از MMA کارا رو شکست داد و نکات کرد. جک پاول و الان هم با مایک تایسون قرار مسابقه داشته که مسابقهش برگزار شد و به زودی میریم با هم دیگه گزارشش کنیم. منو تا آخر این ویدیو همراه باشین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. برم بوکسر شد. برعکس یوتیوبرها همه جمع شیم که بریم بوکسر شیم. خب بچه‌ها، این بود از این مسابقه‌ای که دیدین. شما رو تا مسابقات دیگر و خداوند یکتا می‌سپارم. از کانال من حمایت کنید. کانال MMAFG ویدیوهای بیشتر بهتون میذارم. از عبدالعظیم بدخشی ویدیو قبلیش هم لینکش این بالا میاد واسهتون گذاشتم، اونم برید حتما ببینید. و از این دوکش تا این دوستان ماجرای زندگی عبدالعظیم بدخشی است. بهرود.